زاده بدخشان تاجیکستان، فرید چقبویف یکی از میمانان اساسی شماره نوبتی یوتیوب شو یوریک ایکلیوک و این نشر برنامه به موضوع در روسیه چند پول کار کردن مهاجران بخشیده شده بود. فرید چقبویف بار اول سال 2003 وقتی امگی 18 سال داشت به مسکو به مردکاری آمد و اینک 18 سال دیگر یعنی نصف دیگر عمر او اینجا در ملک غربت گذشت. فرید در مسکو سالهای اول عرابه‌کشی و حمالی میکرد ولی الکی بعد 2 سال وعده خود را اجرا کرده برای مادرش در دوشنبه خانه خرید. حالا فرید در مسکو تجارت خود را دارد و میلیون ها روبل را میچرخاند. فرید بر این است که مهاجران در روسیه نظر به مردم محلی چسب و تلاش بیشتر نشان میدهند که یک امر به عقیده او طبیعی است. بسیاری از طلبات مردم محلی تا حد پوشانیده میشوند. آنها در فکر سرپناه نیستند چون که اکثر خانه دارند، پدر و مادر دارند که آنها را میخورانند و میپوشانند. مهاجرانی که اینجا میآیند از همه این نعمتها محرومند. آنها تنها به دست و مهارت خود میتوانند امید ببندند. از این رو مهاجران وقتی را کاری را به آنها باور کرده بسپارند تمام سعی و کوشش خود را به خرج میدهند. فرید یگانه میهمان برنامه یوریک ایکلیوک و نبود. در جریان برنامه فروشندگان تاجیک از بازار صدوات نقل کردند که چگونه با وجود نرخ گران اجاره 150,000 روبل در یک ماه توانستند در این بزرگترین بازار مسکو جای خود را پیدا کنند. رانندگان مارشروتکه ها از همین بازار نقل میکردند که ماهانه از 80 تا 150,000 روبل کار میکنند. راهروها از قرقیزستان جای خواب خود تاخانه پر از نم و رطوبت برای زندگی اصلا نامناسب را نشان دادن نقل کردند که تابستان تا 35,000 روبل معاش کار میکنند و زمستان تا 45,000 روبل معاش میگیرند. در روسیه بنا به حساب‌ها حدود 5-6 میلیون مهاجر کاری از آسیای میانه کار میکنند که اکثریت آنها از 3 کشور مهاجر فرست ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان میباشند. سال 2020 با وجود پاندمی کرونا ویروس از روسیه به این 3 جمهوری اساساً با شرافت مهاجرانش حدود 7 میلیارد دلار پول فرستادند. تو پاندمی به این 3 کشور از روسیه سالانه تا 10 میلیارد دلار پول میرفت.